سحرم و به اولین ولاگ هفتگی من خیلی خوش اومدید. امروز شنبه است، همونجور که میدونید من آماده شدم تا با دوستم بریم کافه، کتاب فروشی و بعدم یه دونه اجرای تئاتر ببینیم. پس با من همراه باشید. من برگشتم خونه، با دوستم رفتیم کتاب فروشی و کافه و بعدم دیدن نمایش باغ بیالبالو که در واقع اقتباس از نمایشنامه باغ آلبالو آنتوان چخوف بود که خانم لیلی رشیدی کارگردانی کرده بودن با یک گروه بزرگ و فوق‌العاده که بچه‌های تینیجر بودن و من چون خودم کارگردانی تئاتر خوندم میدونم چقدر سخت هندل کردن همچین گروهی. نمایشنامه رو ایرانیزه کرده بودن و خیلی با شرایط روز کشور و مهاجرت در ارتباط بود. من خیلی دوست داشتم. یه سری باگای کوچولو داشت ولی در کل اجراش خیلی برام لذت بخش بود. ببخشید اگه توپق میزنم چون که در واقع این اولین ولاگ بلند منه، هنوز اونقدر با دوربین دوست نیستم، یه کمی سخته برام که از خودم ویدیو بگیرم. کتاب فروشی که رفتیم من این کتاب راه انسان شدن از کارل راجرز رو گرفتم که تا حالا از این نویسنده کتابی نخوندم. روانشناس هستن و روانشناس اگزیستانسیالیسم و انسانگرا. من خب مطالعه‌ام حالا هم به واسطه رشتم که تئاتر بوده روانشناسی شخصیت شناسی خوندم، هم علاقه شخصیم خیلی کتاب خوندن رو کلا دوست دارم و از در واقع نویسنده ها و روانشناسای انسانگرا اروین یالوم و رولو میو قبلا خوندم که خب اروین یالوم خیلی بر من عزیزه، جایگاه ویژه‌ای داره و در واقع روان درمانی اگزیستانسیال رو با اروین یالوم من یاد گرفتم. متاسفانه بیرون خیلی سرد بود و منم امروز اصلا آب زیاد نخوردم. دوباره این میگرن لعنتی داره برمیگرده. من قرص میگرن نمیخورم ولی هر وقت که میگرن میگیرم این تایلونا رو میخورم و حالا اگه خیلی شدید شه دیگه باید ویکس بزنم و سرمو ببندم و اینا، ولی خب الان تا شروع نشده یعنی اولاشه باید قرص رو بخورم و یکم استراحت کنم. الان یک شنبه شبه و من میخوام این 2 ماهی شوریده دارم اگه اشتباه نکنم، اینا رو مزه‌دار کنم که بعدش به صورت شکم‌پر بذاریمش توی فر. اولین باره که من دارم ماهی شکم‌پر مزه‌دار میکنم، نمیدونم که چجوری شه، یه چیزی توی اینترنت پیدا کردم، حالا با هم مزه‌دار کنیم. گفته که سیر له شده که حالا به جاش من دارم از پودر سیر استفاده میکنم. پودر تخم گیشنیز که من تخم گیشنیز رو گرفتم و بعد خودم آسیابش کردم که خیلی خوشبوتر میشه. دیروز داشتم توی اینستاگرام میچرخیدم و یه پستی بود که خیلی جالب بود برام، واقعا شیرم کردم. نوشته بود که آدم ها پول و انرژیشون رو صرف خرید چیزهایی میکنن که اصلا نیاز ندارن تا آدمایی رو تحت تاثیر قرار بدن که اون آدم اصلا براشون مهم نیست. و خیلی جالبه این داستان و کلا مصرفگرایی که ما داریم انجام میدیم. قبلا اینجوری بود که وقتی که میرفتیم خرید کلا تنوع خیلی کمتر بود
برای همین قدرت انتخاب و تصمیم گیری خب خیلی بیشتر بود، خیلی راحت تر انتخاب میکردیم. الان مثلا میریم سوپرمارکت میخوایم یه سس بخریم، انقدر ازش برندهای زیادی هست که حقیقتا آدم گیج میشه، نمیدونه کدومو بخره و هر دفعه میخواد یکیشو امتحان کنه. من کلا با این داستان مصرفگرایی و این تبلیغاتی که انقدر دارن مغز ما رو درگیر میکنن مشکل دارم. یعنی دوست داشتم برمیگشتم به زمانهای قدیم و دقیقا اونجوری زندگی میکردم که همه چیز خیلی ساده تر و راحت تر و اصیل تر بود به نظر من. نمیدونم، احساس میکنم تکنولوژی باعث شده که ما خیلی از همدیگه دورتر شیم و کلا زندگی معنا و مفهومش رو از دست داده. انگار که داریم توی یه مسابقه یا توی یه اپ کامپیوتری بازی میکنیم با هم دیگه، نه زندگی. اصلا بازی بچه هم خیلی عجیب غریب شده. قبلا من یادم بچه که بودم تا دیر وقت تو کوچه گرگم به هوا و دوچرخه سواری و خاله بازی. الان بچه ها یه گوشی دستشونه، تو این گوشی غرقن و همین، اصلا حتی با هم ارتباط نمیگن. من خواهرزادم و برادرزادم وقتی که میان پیش هم دیگه اکثر اوقات هر کدوم سرشون تو گوشی خودشونو دارن بازی میکنن. خب این چیز خیلی ترسناکیه به نظرم. من ادویه ماهی و الانم یکم میخوام پودر زنجبیل بهش بزنم، ببینیم چجوری میشه. نمک و فلفل رو هم بهش اضافه میکنم. خب این گفته باید نیم ساعت این مواد بمونه. البته آبلیمو و سرکه هم باید بهش اضافه کنم که میکنم. یه مقدارم گیشنیز تازه ما خریدیم و شستم که حالا برای داخل شکمش بریزم. بعد سرچ کنم ببینم دیگه چه چیزی هم میشه ریخت. بریم ببینیم چی میشه. سلام، امروز سه‌شنبه است. دیروز که دوشنبه بود و من اسکیپ کردم، ولاگ نگرفتم، خیلی هم روز شلوغی بود، اما رفتم موجه هامو اکستنشن کردم. نشون بدم بهتون. کلا انجام دادن کارای زیاد زیبایی برای من خیلی راحت نیست، همین که خیلی بهم نمیاد و هی کاری که باید بری تمدیدشون کنی خیلی رو اعصابمه. مثلا من الان ناخونامو خیلی وقت دیگه جلیش نمیکنم مگر اینکه یه ایونت خاصی باشه، چون اینجوری کوتاه راحته. بعد اونجوری هی میاد بالا، معذب میشم، دوباره هی بعد خودم مجبور کنم برم انجام بدم. هر از گاهی لاک میزنم، ولی کلا از بعد از کووید عادت کردم که ناخونام کوتاه باشه و اکستنشن موژه جز کاراییه که تازه بهش علاقه من شدم. یکی دو بار مثلا 10 سال پیش کاشت موژه رو امتحان کردم، انقدر بد بود، یعنی پلکم سنگین شده بود و من همه موژه ها رو کندم و موژه خودم هم باش کنده شد. دیگه انجام ندادم تا اینکه دوستم اینجا رو بهم معرفی کرد. اینجا در واقع روی موژه خودت برات اکستنشن میکنه و من خیلی دوست دارم. کارش تمیزه، یه فرمی به چشمات میده و دیگه لازم نیست آرایش چشم کنی. توی آرایش کردنم من یه مقداری تنبلم، خیلی حوصله‌ام نمیشه، خیلی هم دوست ندارم رو پوستم چیزای اضافی باشه. چون جمعه هم داریم میریم سفر، دیگه اینو انجام دادم که توی سفر راحت باشم. امروز هم سه‌شنبه است، من برم کلاس یوگا، یه چند تا کارم دارم بعد قبلش انجام بدم. عصرا با دوستم میرم بیرون. فردا هم میخوام موهامو ریشه گیری کنم، سفیدی ها در اومده. معمولا هر فصل یه بار من موهامو ریشه گیری میکنم و اینجوریه که مثلا این برم سفید میشه اما این برم نمیشه، خیلی عین کرولا میشه. در همین نامرتب میشه، ترجیح میدم که برم ریشه گیریشون کنم.
من چاییمو بخورم برم آماده شم که به کارام برسم. The bicycle passes through the slanting sunlight of the grain drying field. In the bamboo basket lies the sweet fragrance of the pumpkin. الان چهارشنبه شب ساعت 11:30. همونجوری که میدونید ما جمعه صبح مسافریم و من یه مقدار زیادی از بارو بستم. یه مقدار لباس مونده که گذاشتم توی لباسشویی که اونا رو فردا میذارم و مهمترین در واقع پک هر دختری روتین پوستی که اونو هم فردا آخر شب میذارم و اینکه امروزم رفتم موهامو ریشه گیری کردم. خیلی خوشحالم چون که بعد از مدت‌ها رنگ موهای خودم رو برام در آوردم و خیلی یک دست و خوب شد. من برم بقیه کار رو انجام بدم. فردا با روز آخر ولاگ برمیگردم پیشتون. الان پنجشنبه شبه و آخرین روز ولاگه. امروز اولین بارون پاییز شیراز اومد و چقدر حیف که ما فردا داریم میریم سفر. کلی منتظر این بارونه بودیم که بالاخره اومد. من میوه کاکتوس خریدم و میخوام برای اولین بار امتحانش کنم. گفتم که بیام با هم اینجا امتحانش کنیم ببینیم چه جوریه، چون من نخوردم قبلا. این داخلشه و یه سری هسته داره همونجوری که میبینیم و رنگش هم خیلی قرمزه، یه جورایی مثل لبوه و یک طعم خیلی ترشی داره. طعم جدید و جالبیه. میوه‌ای نیست که بگم هی دلت میکشه بخوری، ولی جالب بود. میخوام بهتون یه کتاب معرفی کنم، کتابی که خودم الان دارم میخونمش. اینه 1Q84 از هاروکی موراکامی که یکی از نویسنده های معاصر ژاپنه و یکی از مورد علاقه ترین های منه. موراکامی هم رمان هم داستان کوتاه زیاد داره. الان این کتابش که یه جورایی اقتباس نمیشه گفت، از 1984 جورج اورول انگار اومده الهام گرفته. 3 جلد هست که هر جلد تقریباً بین 300 تا 400 صفحه است. من الان صفحه 162 اینم و کلا فضای کارهای موراکامی رو من خیلی دوست دارم. کتاب بلند چوب نروژیش هم به شدت بهتون پیشنهاد میکنم که بخونیدش اگر که به کتاب خوندن و رمان خوندن علاقه دارید. این باشه آخر ولاگ این هفته. من همینجا ولاگو تموم میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم. مرسی که منو نگاه کردید. اگر که ولاگو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.